شهر کابل هستیم، میخوایم بریم به طرف پروانه دوم. ایشونو که میبینین دیگه کندوز کباب است و همون تو خوب ساعت شام تیر است و مردم به خاطر خوردن کباب و این چیزا میایین اینجا. ما میریم پیش تاکسی و زیر سرستان. دوستان عزیزی بخشا پیاده رو نداره، کالا ما رو نگوییم که چرا از بین سرک میری. پیاده رو نداره، از بین سرک هم نمیریم، ما از بغل سرک هم تو روان هستیم. یخ از زگال خنک است، ها که یخ میگیره خب گل یخ میزنه و میزنه دیگه که باز یخ زد گل از بین میره. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و از زندگیتون به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز با معذرت، ما در راه پروانه دوم شهر کابل هستیم، میخوایم بریم به طرف پروانه دوم. ایشونو که میبینین دیگه کندوز کباب است و همون تو خوب ساعت شام تیر است و مردم به خاطر خوردن کباب و این چیزا میایین اینجا. ما میریم پیش از گل فروشی ها و از زیبایی های پروانه دو دیدن داشته باشیم. این چه گلک هایی داره اینجا دوستان، باش که هفته وضعیت ما نکنم چون طرف افتاب است، این سعی کنیم بهتر باشه. آب انار دوستان عزیز، ساک میتونیم دی وقت استفاده بکنیم که وقتش رفت گلاس ده 20 افغانی دوباره پیدا نمیتونین آب اناره. با معذرت دوستان عزیز، اینجا دیپلماسی هست دوستان عزیز، وارد کننده هر نوع پروژات مرسدس بنز دوستان عزیز یک برند جهانی هست که موتراش در همه کشورهای جهان برند است و یک برند لوکس است البته و پرزی ازی در هر جای هم پیدا نمیشه. ببین چه موترهای چه قوارهایی دارن دوستان عزیز، خوش آدم میاین. نام خدا خوب به هر صورت در هر جای پیدا نمیشه. بود بعض از شرکت ها هستن، بعض از جای ها هستن که پرزجاجاتش به صورت اختصاصی وارد میکنن. این موترش ببینید چقدر زیبا هست، موتر فامیلی هم هست و مرسدس دوستان عزیز یک برند واقعا خاص است و منحصر به فرد خودش است. از موترهای لوکس و گران قیمت تا میباخ و AMG و اونا تا موترهای پایین رده C250 و اینا هم هر نوع موتر داره. طرف اون دوستان عزیز تالار روسی قصر زرینه در تصویر مشاهده میکنیم. چرا هم موتر زیاد کنه تاکسی و زیر سرستان. دوستان عزیزی بخشا پیاده رو نداره، کالا ما رو نگوییم که چرا از بین سرک میری. پیاده رو نداره، از بین سرک هم نمیریم، ما از بغل سرک هم تو روان هستیم. طرف دوباره گل فروشی ها. حال دوستان عزیز وقت از این مردم نیست، سنال که یک دو ماه دیگه تیر شوانیم در ماهای دل و هود و حمل. دل هم نی همین هود و حمل کار از بار از یا خوب سر میگیره بخاطر که وقت قلمه شاندن و نهال و چیزا می باشه دیگه باز مردم میایه و بهترین جای یکی است، یکی طرف کوتل خیرخانه است کجا درخت میارن و همین جایی که گل فروشی ها زیاد است دیگه باز وقت کاربار و همین چیزا از این مردم
می باشه دیگه. ساختمان ها رو ببینیم دوستان عزیز چقدر زیبا معقول است. هفته وضعیت ما میکنم اگه از او سو بیاییم خب بیخی اذیت ما میکنه. گفتم بیاییم که از امی سو بریم بازم یک ذره خوب است. خوب دوستان اینجا هم گل فروشی هستی بیخی بسته کرده یا امروز باز نیست میدونم که بسته هست. آفتاب هم رفت خوش بزنید. آپارتمان بزرگ و زیبای کابل. سمنک دوستان عزیز پاکیزه سمنک، تازه سمنک، خانگی سمنک. میام دوستان عزیز بیخی پود کردن گل موله شال دیگه وقتش هست که گلا را نباید یخ بزنم و به مراقبت زیاد نیاز دارن چون که یخ از زگال خنک است. آب که یخ میگیره خب گل یخ میزنه و میزنه دیگه که باز یخ زد گل از بین میره. چونم دیگه دوستان عزیز روبروی باز طرف برکی همه میره. از وقتی که موترها دوستان عزیز از راه سرای شمالی اون سرک نو جور شده طرف پارتی پروان میره موترهای کوتی سنگی بخی کم شده. یعنی مردم اون قدر رو نمیبینن که تمامشان منتظر موتر استاد هستن و موتر پیدا نمیشه. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همتون و الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.